توی این ویدیو میخوام یک سری اطلاعات در مورد اکانت و کیف پولتون داخل صرافی GMGM بهتون بدم که چک کردن این اطلاعات سرمایه‌تون در اصل توی صرافی میتونه بهتون توی مسیر معامله گری کمک کنه و براتون مفید باشه. پس حتما این ویدیو تا آخر ببینید. توی صرافی GMGM این بخش پایین قسمت اسست ها، اینجا در اصل کیف پول ما داخل صرافیه که اطلاعات معاملاتون و بقیه موارد رو اینجا بهمون نشون میده که من بهتون کامل توضیح میدم. توی قسمت بالا که مقدار سالانه‌ای که داریم داخل کیف پول رو نشون میده، قسمت دیپوزیت و ویدرا هم که توی ویدیو قبلی بهتون گفتم، و توی قسمت پایین مستطیل و کادر پایین ما چند تا بخش داریم که با بخش آنالیز و PNL کار داریم. توی بخش آنالیز برای مثال میگه توی 7 روز گذشته چقدر معامله انجام شده، توی 7 روز گذشته چقدر فی پرداخت شده، نشون میده بهمون که توی این اکانتمون ما چقدر اینجا فی پرداخت کردیم و یه سری اطلاعات رو بهمون میده و آنالیز میکنه برامون که از این قسمت سمت راست اگر بزنید میتونید تعیین کنید که مثلا 30 روز رو بهمون نشون بده که برای آنالیز کردن حسابتون و اون مسیر معامله گریتون میتونه خیلی گزینه مناسبی باشه. توی بخش PNL هم که نگاه کنید اینجا برای مثال وین ریت رو نشون میده که اون درصد سودی که ساختید و مقدار سودی که ساخته شده بر اساس سولانا و هر چیزی که نیاز هست رو در مورد سوددهی و معاملاتتون اینجا هم نشون میده که میتونه براتون گزینه مناسبی باشه. یک مقدار که بیایم پایین این قسمت دو تا بخش داریم، یکی هولدینگ یا یکی هم اکتیویتی، که توی بخش هولدینگ یه دونه گزینه فیلتر داره که روی این بزنیم ما باید این دوتا گزینه رو تیکش رو بزنیم و فعال کنیم و اینجا اپلای رو بزنیم و به همین دوتا گزینه احتیاج داریم. اینجا برای لیست ارزها و توکن هایی که خریدیم رو نشون میده، PNLش رو نشون میده و چیزایی که نیاز هست در مورد ارزها بدونیم اینجا به همون نشون میده که چه چیزایی الان داریم و اگر مثل من چیزی الان خرید نکرده باشیم اینجا چیزی نشون نمیده. توی قسمت اکتیویتی هم باز ارزها و توکن هایی که خریداری شده، اون پروفیتی که بهمون داده، سودی که بهمون داده و توضیحاتی که نیاز هست در مورد اون ارزی که خریدیم و ازش سود گرفتیم یا حالا معامله کردیم رو اینجا بهمون کامل میده که میتونیم از اینجا کامل بهش دسترسی داشته باشیم. کل اطلاعاتی که اینجا چه تو این بخش چه تو این بخش‌های بالا که بهتون گفتم هست رو شما باید آنالیز کنید، ببینید چقدر سودساز بوده براتون معاملاتی که تا الان انجام دادید، چقدر وین ریتش بالا بوده پایین بوده و همین رو باید چک کنید. برای همین من اینا دارم اینجا به صورت کلی توضیح میدم بهتون و در آینده خیلی کاملتر ریز میشیم داخل این توضیحات و این تنظیمات تا به طور کامل آشنا بشید و بتونید خودتون مدیریت درست سرمایه و ریسک داخل معاملاتتون هم داشته باشید.